جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. یک پیاله چای. ای نامی تو بهترین سرآغاز، به نامی تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونسی روانم، جز نامی تو نیست بر زبانم. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام به هفت رنگی رنگین کمان. سلام به یک رنگی دل شما خوبان. سلام به بلندای قله های پامیر. سلام به اعماق اقیانوس آرام. سلام به بزرگی کهکشان. سلام به گرمای تابستان. تابستانتان چطور؟ سلامتی ها خوب است؟ امیدوارم روزتان آرام، روزیتان پربرکت و دلتان شاد و لبتان پرخنده باشد. من مدینه حیدرزاده هستم، نویسنده و تهیه کننده برنامه یک پیاله چای. و من آریا سهراب هستم، صدا بردار و تدوینگر برنامه. یک پیاله چای کار است از بخش فرهنگ و اجتماعی رادیو مهر. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. دوستان عزیز، امروز میخواهم درباره سلام اکچ، خیلی سازی؟ چیکارا کرده استی؟ کار و بارا خوبه؟ بله دوستان، امروز میخواهیم درباره یکی از مهمترین ابزارها. ببخشید رفیقان، امروز میخواهیم درباره یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی زندگیمان صحبت کنیم. چیزی که شاید همه جوانان و نوجوانان مشغولش باشند و روز به روز به کاربرانش افزوده می شود. بله، حدستان کاملا درست است. فضای مجازی. قطعاً همگی درباره فضای مجازی می‌دانید و نیاز به شناساندنش نیست، اما خلاصش میشه همان فضایی که من و شما روز تقریباً 2 ساعت درونش میچرخیم و وبگردی میکنیم و یا با دوستانمان در سراسر دنیا از طریق فیسبوک، ادنکلاسنیک، ایمیل، واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام و خیلی برنامه‌های دیگر که در تلفن هر یک از ما وجود دارد ارتباط برقرار میکنیم. پیش از آن که درباره اینترنت و سایر راه‌های ارتباطی گپ زنیم و آن را داوری کنیم، باید یک مسئله را در نظر گیریم و آن این که فضای مجازی قسمتی از واقعیت امروز است و از آن گریزی نیست. یعنی باید آن را بپذیریم و استفاده کنیم، ولی به شکل درست و منطقی. متاسفانه برخی از آدم‌ها هستند که تا درباره فضای مجازی گپ میزنند فقط بدی‌ها و زیان‌هایش را برمی‌شمارند که اینترنت این بدی را دارد، این می‌شود، آن می‌شود. در واقع ما باید منصف باشیم و نگاهمان به اینترنت و فضای مجازی همه جانبه باشد.
یعنی هنگام داوری و تصمیم گیری هم بدیهایش را ببینیم و هم خوبیهایش را. مثال شما یک کاردی تیز را در نظر گیرید. قطعاً می‌دانید که داشتن کاردی تیز و مناسب در هنگام آشپزی ضروری است و چقدر کارها آسان می‌شود. ولی ممکن است گاه انگشتمان را زخمی کند که بسیار وقت وابسته به طرز استفاده ما از آن است. کاردی تیز همانطور که گاه جان انسان را نجات می‌دهد، ممکن است گاه هم کسی را به هلاکت برساند و هر دوی اینها نتیجه روش استفاده ما انسان‌ها از کارد است. خلاصش این که اینترنت و فضای مجازی یک چیزی نسبی است و خوبی و بدیش در دست من و شما و سایر کاربرانش است. کارشناسان فضای مجازی را آمیزه از فرصت و تهدید می‌دانند. یعنی اینکه در اینترنت و فضای مجازی به همان اندازه که خطر و تهدید وجود دارد، راه‌ها و امکان دیگری نیز برای پیشرفت، داشتن زندگی بهتر، سریعتر و آسانتر نیز هست. توجه در هنگام استفاده از اینترنت و فضای مجازی اگر دو نکته را در نظر گیریم کمتر دچار آسیب و خطا می‌شویم. احساس مسئولیت داشته و در زندگیمان هدفمند باشیم. کسانی که بدون برنامه‌ریزی و مسئولیت پذیری وارد اینترنت میشوند قطعاً دچار مشکلاتی میشوند و سبب آسیب‌های جدی هم برای خود و هم برای دیگران میشوند. همه ما به نوعی مسئول اتفاقاتی هستیم که سبب شده ایم. گاهی میبینیم برخی از جوانان از روی سادگی و جوانی با شروع کردن رابطه‌های بی پایه و اساس و فقط برای سرگرمی و شوخی احساسات یکدیگرشان را به بازی میگیرند و در نهایت باعث رخ دادن حادثه هایی می شوند. خب این نشانه بی‌مسئولیتی است. انسانی که برای زندگی، سلامتی و آیندهش برنامه و هدف نداشته باشد، قطعاً دچار سردرگمی می شود. گاهی می بینیم که بعضی ها از 24 ساعت شبانه روز 25 ساعت را در اینترنت، شبکه‌های مختلف و چتروم ها یا بازی های آنلاین می گذرانند. حتی خوراک خوردن را نیز از یاد می برند. این خیل افراد از شدت کمخوابی و تغذیه نادرست و نگاه کردن بیش از اندازه به صفحه مانیتور کامپیوتر درست شکلی معتادها می شوند. آنها معمولاً از دیگران حتی اعضای خانواده هایشان نیز دوری می کنند و گوشه‌گیر شده بسیار عصبی می باشند و تحمل یگان گپی را ندارند. دوستان عزیز، یک چیز بسیار مهم وجود دارد که هرگز نباید آن را فراموش کرد. هوشیار باشیم که دشمن هیچگاه بیکار نمی‌نشیند. در زمان جنگ‌های صلیبی آنجایی که نزدیک بود مسلمانان پیروز شوند، سپاه صلیبیان به این اندیشید که چگونه می‌تواند پیش راه مسلمانان را گیرد. بعد از تحقیق و بررسی فهمیدند که باید باور، اراده و تقوای جوانان مسلمان را بشکنند. برای همین عده انسان‌های فاسق و زن‌های بد را به آرامی و نامعلوم بین مردم مسلمان فرستادند. در نتیجه جوانان منحرف گشتند و عزم و ارادهشان سست شد و در نهایت شکست خوردند.
بله دوستان، دنیای امروزی ما خیلی از گذشته فرق کرده است و جنگ و مبارزه نیز شکلی تازه تر به خود گرفته است. امروزه شاید نیاز نباشد که لشکرکشی شود تا جنگ رخ دهد. دشمنان و یاران شیطان با ساختن کلیپ و فیلم و یا بازی‌های مخرب چنان روان و احساسات طرف را به دست می‌گیرند که دیگر نه پایبندی به اخلاق است و نه مراقب دین و ایمانش، که گاه انگیزه خودکشی و یا حتی قتل خانوادگی و یا آزار و اذیت را در درون انسان به وجود می‌آورد. بارها شده است که مرد با دیدن فیلم و صورت‌های زیبا از زنان دچار بحران شده و رابطه‌اش با همسر و فرزندانش سرد می‌گردد، در صورتی که بسیار از این صورت‌ها و فیلم‌ها اصلاً طبیعی نیست و با گریم‌های غلیظ و مصنوعی ساخته می‌شود و حتی خیلی‌هایش هم فتوشاپ و انخلکاراست. سازندگان این فیلم‌ها و صورت‌ها قصد ویران کردن بنیان خانواده را دارند و می‌خواهند جوانان مسلمان با سرگرم شدن به این چیزها روحشان ضعیف و باورشان سست شود. پس اگر به دنبال امنیت، آرامش، سلامتی برای خود، خانواده و جامعه ما باشیم، باید حس تقوا و خداترسیمان را بالا بریم و بدانیم که در همه حال خدا شاهد و ناظر تمام افکار و گفتار و رفتار ماست. در ضمن هیچ چیزی را بدون تحقیق و دلیل نپذیریم و زود باور نباشیم. در کنار اینها باید که ما جوانان با تکیه بر توانایی‌هایمان و کمک گرفتن از خداوند بزرگ بتوانیم تا برنامه‌ها، فیلم‌ها و بازی‌های کامپیوتری بسیار زیبا، معنادار و سرگرم کننده را برای جوانان و نوجوانان سرزمینمان تاجیکستان بسازیم و خودمان را در دنیای مجازی و اینترنت ثابت کنیم و نشان دهیم که ما هم حرف برای گفتن داریم و خواب و غافل و ناآگاه نیستیم. کافی است باور داشته باشیم که ما می‌توانیم. اینجا استودیوی رادیو مهر و ما مشتاقانه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. از جمله فرصت‌هایی که در فضای مجازی برای ما و شما وجود دارد، می‌تواند فرصت شغلی باشد، مثل خرید و فروش‌های اینترنتی و یا دریافت اطلاعات. امروزه ما می‌توانیم درباره هزاران مسئله با انجام یک جستجوی ساده در گوگل اطلاعات زیادی به دست آوریم. همچنین خبررسانی. بسیاری از آدم‌ها هستند که اخبار را تازه و لحظه به لحظه از اینترنت پی می‌گیرند. یکی دیگر از فرصت‌هایی که اینترنت در اختیار من و شما گذاشته است، برقراری دوستی‌های سالم و اثرگذار، ارسال نامه و فایل‌های مختلف از این سر دنیا به آن سرش و برقراری ارتباط با دوستان و اعضای خانواده‌مان که از ما دور هستند. مثل خیلی از ما که با پدر، برادر و یا همسرمان که برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند تماس برقرار می‌کنیم و از حال و احوال یکدیگر با خبر می‌شویم. همچنین اینترنت جای برای نشان دادن توانایی و ذوق و هنرمان است. مثل بعضی از دوستان که صفحه یا سایت های مختلف باز میکنند و در آنجا مهارت هایشان مثل آشپزی، بافندگی، دوزندگی و خیلی هنرهای دیگر را در قالب فیلم و کلیپ به نمایش میگذارند که هم به نفع خودشان است و هم یک هنر و علم به مخاطبشان یاد میدهند. شنوندگان و دوستان مهربان، یادمان نرود که استفاده از هر امکانات دارای قاعده و قانون خودش است و این وظیفه هر یک از ماست که فرهنگی صحیحی استفاده کردن از اینترنت و فضای مجازی را بیاموزیم و به فرزندانمان نیز یاد دهیم. یاد بگیریم که از اینترنت استفاده کنیم، اما به شکل درست و بجا. مثلا وارد یوتیوب شوید و کانال رادیو مهر را باز کنید و اگر برنامه ها را پسندیدید زنگولچه را بزنید تا هر چهارشنبه با ما یک پیاله چای بنوشید. و گذشته از اینها یاد بگیریم که انسانها شریف هستند و ما حق نداریم که به نام شوخی و سرگرمی با آبروی آنها بازی کنیم. یاد بگیریم که ساده لوح نباشیم و همه چیزی که در اینترنت هست باور نکنیم. یاد بگیریم تا برای استفاده از اینترنت زمان تعیین کنیم
و مراقب شویم که تمام زندگیمان را در بر نگیرد. یاد بگیریم برای خود و خانواده های ما بیشتر وقت بگذاریم و با آنها باشیم، چرا که زمان در گذر است. دوستان مهربان، در همین جا پایانی برنامه را اعلام می‌کنیم، ولی پیش از آن شما را به یک چالش دعوت می‌کنیم. لحظه ها را دریابید و همین حالا یک پیام عاشقانه و یا حتی یک استیکر برای مادرتان، برای مادرجان مهربانتان ارسال کنید و بگویید که چقدر دوستش می‌دارید. در پایان یک ترانه زیبا تقدیم مادران مهربانی تاجیکستان. خدا نگهدار. اخترم گوهرم یاورم جان مادرم اخترم گوهرم یاورم جان مادرم غمبرم شهپرم برتر از رویای من تویی ای طلوع زندگانیم کوثر و طوبای من تویی برتر از رویای من تویی ای طلوع زندگانیم کوثر و طوبای من تویی
زندگانیم کوثر و تو بای من تویی. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org